آخوند است و بس. میزبان تحلیف مجلس بود و ظاهراً تمایلی برای دعوت نداشتند. لذا ما هم دیدیم ظاهراً جا تنگ است و ترجیح دادیم حضور نداشته باشیم. این جمله تلخ گلایه کسی نیست که احترام را گدایی می کند و نه ترجمه نارسایی است از جمله شکست زبانهای ناآشنای جنگل‌های آفریقا و یا آمریکای لاتین و نه گلایه است از نماینده گامبیا و نه گینه و نه نمایندگان سورینام و نیجر و ایرلند و دماغه و زیمبابوه و نه خدای ناخواسته زبانمان لال اعتراض نماینده پاپ واتیکان و یا اقلیت یهودی کشور عزیزمان و نه صدای شوت ورزشکاری که ماهیچه های ورم زده اش را بالا کشیده و با داور هرزه سرایی می کند و نه جمله مندلی خان بازیگر سینما و یا دلغک تئاتری در مجلس انس و طرب سلطان باقلو خان در حضور شهبانوی زیبا پلوناز خاتون. خدا را شکر که سفره خوان سخاوت و کرم بی انتهای سلطان علی شاه و وزیرش حسن قلی و سینه گشاده ولایت مآب آقا همه جهان را محرم راز می داند و در این میان تنها نامحرمان این خانه صاحبان اصلی این دیارند. این جمله در حقیقت دود آن سوخت دلی است که بصیرت عمیقش از حول آینده به هراس افتاده است. فردایی که برگ اول آن در عراق و برگ دومش در سوریه و برگ سوم در یمن ورق زده شده است. این شیخ الاسلام عبدالحمید اسماعیلزهی است، کسی که ایران او را نماد وحدت ملی و پرچمدار اعتدال و شخصیت محبوب میهندوستان میشناسد. برجسته ترین چهره شناخته شده و قابل احترام ایرانی در تمام جهان اسلام. شخصیت این انسان چنان بزرگ و عظیم بود که مجلس آخوندی قدرت تحمل میزبانیش را نداشت. بیش از 3 دهه متوالی بیمهری نظام ولایت فقیه، تبعیض نژادی، ظلم و ستم و بربریت در حق عموم اهل سنت کشور، اعدام و شکنجه هایی که بوی وحشیگری آنها تاریخ معاصر ایران زمین را به شدت آلوده کرده، سالهاست که مرگ چون شتویی بر در هر خانه سنی مذهبی لنگر انداخته، حتی بر در ویران خانه شیخ الاسلام عبدالحمید که بارها در سوگ عزیزانش اشک صبر بالا کشید تا مبادا ایران ویران شود. تنین ندای فردوسی همچنان گوشواره گوشهای فرزند وفادار وطن، رهبر اهل سنت ایران و پیشوای آزادگان میهندوست کشور است که می گفت: نمانیم که این بوم ویران کنند، همی غارت از شهر ایران کنند. نخوانند بر ما کسی آفرین، چو ویران بود بوم ایران زمین. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. نباشد همی نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. مکن بد که بینی به فرجام بد، ز بد گرددن در جهان نام بد. اما ظاهراً فاجعه عمیق‌تر از آن است که تصور می رفت. اهل سنتی که تنها در سایه مصلحت و نیاز در بحرانها برادر خوانده می شوند، سر سفره عشق برخی از نمایندگان هوسران از در خانه رانده شدند تا نمایندگان مجلس به دور از چشمان نامحرمان لب و لوچه‌ای به آب داده و با ناموس ایتالیا موگرینی عکس سلفی خانوادگی بیاندازند. شاید آتش زبونیت و احساس حقارتی که سینه‌هایشان بدان مالامال است را سیراب کنند. بنا به اعتراف‌های مکرر نظامی که سیاست‌های کاری و مدیریتی آن اهل سنت را اقلیتی ناچیز که با تلسکوپ و حتی ذره‌بین نیز نمی‌توان ملاحظه کرد می‌پندارند و در آمارهای رسمی هر خیر آنها تقسیم بر 100 و هر لغزششان در 1000 ضرب می‌شود، با 6 میلیون رأی خود جامعه ریاست جمهوری بر قامت رعنای آقای روحانی دوختند. اما چه که آخوند است و بس، چه رفسنجانی باشد یا که خاتمی و یا روحانی. ژان ژاک روسو مفکر سوئیسی چه خوش گفت به روحانیون مسیحی: دست از اثبات حقانیت مسیحیت بردارید، چون مسیحیت واقعاً بر حق است.
بیایید ثابت کنید که خودتان مسیحی هستید. این چیزی است که نیاز به اثبات دارد. به همین سیاق باید خطاب به آخوندهای حاکم بر ایران گفت: دست از ادعای ایرانی بودن بردارید. با رفتارتان ثابت کنید ایرانی هستید. گرگزاده عاقبت گرگ شود، گرچه با آدمیان بزرگ شود.